کتاب بهترین گوهر و گنجینه، انیس کنج تنهایی، روشنی در ظلمات، کشتی در بحر، ولوچینه در سماوی آرمان هاست. مادر نیست ولی از مادر زیادتر در تربیه ما سهم دارد. معلم نیست ولی در چند معلم ما را می آموزاند. آب نیست ولی پیوسته تشنگان دیار معنی را سیراب می سازد. گل نیست ولی با نکهت و عطر سخن نابش روح و جانمان را فرح می بخشد. چون کتاب اینقدر یار و مددگار باشد، پس همگان را ضرور است که رو به این گنج مقدس بیارند. کتاب را دوست دارند و آن را بهر خویش عزیز دانند. چون بزرگ فرموده است بهترین یار وفادار کتاب است. کتاب یار به منت و آزار کتاب است. کتاب